با کی طرفی؟ نه بابا. تو با یه هنرمند طرفی. هنرمند. سن الله. شما هنرمند. با اجازت. منم هنرمند. تو چه هنری داری؟ من خواننده نسل جوانم. باریکلا. من 6 سال خارج از کشور بودم. خارج از کشور بوده؟ بله. کدوم کشور بودی؟ بلحسن بودم. بلحسن خان خارج از کشوره؟ خارج از محدود است. میرم برای آها میرم برای فوتبالای خارجی گذاشتن. اونایی که موافقن ایشون بخونه دست بزنن. هرچی دیوانه. من این همه طرفدار داشتم آلبوم میدادم بیرون. من آلبوم دارم منتها خانوادگی. آلبوم خوانندگی گفتم. ندارم نمیخونم. خب میخوای چیکار کنی؟ یه خواننده باید به زودش خوانندگی باشه. آفرین. من بعد خودم آماده کنم. آماده کن. اینو بگید ابتدا شخصیت هنره. شخصیت هنری. بله. حالا چیکار؟ شدم ترامپ. من میخوای نخونم؟ خب برای چی اومد اینجا؟ من میخوام یه کاری بکنم این جلوی ملت محیر العقول. محیر العقول. آقا جان. با وکیل من میخوام جلوی ملت کله شما رو از خرخره به بالا عوض کنم. از خرخره به بالا. بله. بریم ببینم چیکار میکنی. آقا جانم. این چیه؟ کدوم؟ دستمال. مال روسریه. روسری. این برای دستمال نشون بدم. بعد میگردم اون برشم نشون بدم. آده نمده؟ فارسی بگو. زبون آدم زاد نمیفهمه. What is your name؟ رضا هستم. رضا. جانم. بخور قضا برو فضا باش وحید. باش حیوان خدا نمیفهمه. کله پای. کله پای. آفرین. الان کله شما بزیرین. باید تبال اون نمده. این چیه؟ دماغه. بیشتر شبیه چماقه. من یه برد میخونم کله شما کلا نباز میشه. شب ربین نیکو ربیش 6 7 8 9 10. الان شما چی هستی؟ من رضا هستم. الان شدی راضیه. الان وقت بازیه.